بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد الله یکتا. سلام. به کانال کریپتو دیپ ماین خیلی 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 خوش اومدید. همونجور که از اسم کانالمون مشخصه، ما قراره تو حوزه کریپتوکارنسی فعالیت خودمون رو انجام بدیم. هدف ما از ایجاد این کانال ارائه یک دوره کاملا تخصصی هستش. ما تو این دوره آموزش هایی در خصوص تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و معامله‌گری در بازار کریپتوکارنسی رو آموزش میدیم. ما تو این دوره علاوه بر این که آموزش‌های کامل و جامع و در عین حال ساده و دقیقی رو به شما ارائه می‌کنیم، سعی می‌کنیم تحلیل‌های عمیقی از دل بازار رو به شما بدیم تا بتونید توی دنیای قشنگ کریپتوکارنسی بهتر فعالیت کنید و موفقیت‌های خیلی 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 خوبی رو به دست بیارید. هدف ما از این کار صرفاً پرداخت زکات علممون هستش و برای شرکت تو این دوره نیاز به هیچ گونه هزینه‌ای نیست و فقط کافیه ما رو دنبال کنید و آموزش هایی که تو کانال بارگذاری میشه یکی بعد از دیگری ببینید و تمرینات لازم رو انجام بدید تا به دانش کافی برای ورود به این بازار رو به دست بیارید. ببینید دوستان، 6 سال پیش زمانی که من میخواستم وارد این بازار بشم، دوست داشتم که قبل از اون آموزش ببینم و دانش کافی و لازم برای فعالیت و موفقیت تو این بازار رو به دست بیارم. ولی خب اون زمان دوره‌هایی که وجود داشت هزینه‌های خیلی 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 زیادی داشتن و من از عهده اونها بر نمی اومدم. پس تصمیم گرفتم یک مسیر طولانی‌تر و یک مسیر سخت‌تر رو طی کنم. شروع کردم به مطالعه کتاب‌هایی که تو این حوزه نوشته شده. بعد از اون شروع کردم به جمع‌آوری اطلاعاتی در این خصوص از اینترنت. اونها رو مثل یک پازل کنار هم می‌چیدم تا به دانش لازم برسم. ولی خب بعد از مدت زمان زیاد متوجه شدم که این پازل نیاز به یک قطعه کوچیک دیگه هم داره و اون تجربه است. پس سعی کردم تجربه رو به دست بیارم. مسیر کسب تجربه به شدت طولانی و به شدت سخت بود، ولی به لطف الله یکتا تونستم این موفقیت رو به دست بیارم و تجربه خیلی خیلی خوبی تو این بازار کسب بکنم. دوستان، تو این مدت متوجه یک موضوع دیگه هم شدم. 99% آدمایی که بعد از آموزش وارد این بازار میشن با شکست مواجه میشن و فقط 1% از اونها موفق میشن. دوستان، دلیل این که 99% از اونها موفق نمیشن اینه که ظرفیت ذهنی خیلی کوچیکی دارن و اون 1% ظرفیت ذهنی بزرگی دارن. دوستان، اگر شما ظرفیت ذهنی و کوچیکی داشته باشین، به دلیل اینکه نوسانات قیمتی تو این بازار به شدت زیاد هستش، ترس و استرس وارد وجودتون میشه و مانع از این میشه که بتونید بازار رو قشنگ ببینید، اونو راحت درک کنید و اونو تحلیل بکنید. پس مطمئنا تصمیمات اشتباه و معاملات اشتباهی رو انجام میدید و با ضررهای سنگین از این بازار خارج میشید. ولی اگر ظرف ذهنیتون بزرگ باشه، ذهنتون قوی باشه، راحت‌تر میتونید این بازار رو درک کنید، راحت‌تر میتونید اونو ببینید و راحت‌تر میتونید اونو تحلیل کنید. بنابراین تصمیمات درست‌تر و معاملات قشنگتری رو میتونید انجام بدید و سودهای خیلی خوبی رو میتونید از این بازار بگیرید. دوستان، ما تو این دوره علاوه بر این که آموزش‌های لازم رو به شما میدیم، سعی میکنیم روی ظرفیت ذهنی شما هم کار بکنیم تا جزو اون 1% افراد موفق تو این بازار بشید و سودهای خیلی خیلی خوبی رو بتونید از این بازار بگیرید. خب دوستان، شاید این سوال براتون به وجود میاد، حالا که درصد موفقیتمون تو این بازار به شدت پایین هستش و فقط 1% هست، چرا وارد این بازار بشیم؟ چرا تلاش خودمون رو جای دیگه امتحان نکنیم؟ اصلا چرا کریپتوکارنسی؟ دوستان، 7 تا دلیل موجه وجود داره که برای خودم به شخصه خیلی 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 جذاب هستند. اولین دلیل و میشه گفت مهمترین دلیلی که تو این بازار وجود داره که اکثر مردم به خاطر اون وارد این بازار میشن، پتانسیل سودآوری این بازاره.
دوستان این بازار به خاطر اینکه نوسانات قیمتی به شدت زیادی داره و سرمایه گذاری های به شدت بزرگ و جدیدی که داره روی اون انجام میشه، به جرئت میشه گفت که یکی از پرسودترین بازارهای حال حاضر بازاره. دوستان همینجا بهتون بگم کسانی که وارد این بازار میشن و با شکست روبرو میشن، فقط و فقط به خاطر اینه که با رویا پردازی وارد این بازار میشن. پیش خودشون فکر میکنن تو مدت زمان کوتاه، مثلا 1 سال، میتونن به درآمد میلیونی برسن، به درآمد $1,000,000 برسن. مثلا میگن خب تو مدت زمان 1 سال با آموزش‌های ابتدایی که میبینم و معاملاتی که انجام میدم، میتونم به درآمد $2,000,000 $3,000,000 در سال برسم. نه دوستان، همچین چیزی وجود نداره. سوداوری تو این بازار زیاده، ولی نه مثل یک رویا پردازی. بیاید به دید منطقی وارد این بازار بشین که سودهای خیلی خوبی بگیرید. شما برای اینکه تو این بازار موفق بشین، باید یک استراتژی مناسب بچینید و تحلیل‌های عمیق و دقیقی رو از بازار انجام بدید تا بتونید سودهای خوبی رو بگیرید. دلیل بعدی که وجود داره تنوع دارایی این بازاره. دوستان کمتر بازاری وجود داره که به اندازه این بازار تنوع داشته باشه. این بازار علاوه بر این که تنوع دارایی بالایی داره، حوزه‌های مختلفی هم داره و شما با چیدن یک سبد سرمایه گذاری متنوع، علاوه بر این که ارزش سرمایه خودتون رو حفظ می‌کنید، میتونید اون رو افزایش هم بدید. دلیل سومی که وجود داره انعطاف پذیری و دسترسی آسون این بازاره. در واقع به شما آزادی زمانی میده. ببینید دوستان، شما تو هر مکان، تو هر شرایط و تو هر زمانی که دلتون خواست، صرفاً با داشتن یک موبایل هوشمند و دسترسی به اینترنت، علاوه بر این که میتونید این بازار رو رصد کنید، میتونید تحلیل های خودتون رو انجام بدید و معاملات خودتون رو هم انجام بدید. دلیل بعدی که وجود داره آموزش و افزایش دانش مالی شماست. ببینید دوستان، شما از این دانش علاوه بر این که میتونید تو این بازار استفاده کنید، میتونید تو بازارهای دیگه هم از اون استفاده کنید. برای مثال و برای بهتر درک کردن عرض میکنم، من اگر یک مغازه طلا فروشی داشته باشم، میتونم طلا رو تحلیل کنم، میتونم تشخیص بدم تو آینده نزدیک طلا افزایش قیمت پیدا میکنه یا کاهش قیمت. آیا من الان خریدار باشم یا فروشنده؟ من با این تحلیل میتونم درآمد خودم رو از این بازار به شدت افزایش بدم. دلیل بعدی که وجود داره استقلال مالی شماست. دوستان، شما وقتی وارد این بازار میشید و دارایی‌های خودتون رو به ارزهای دیجیتال تبدیل میکنید، هیچ واسطه و یا هیچ نهاد مالی دیگه نمیتونه به داراییتون دسترسی پیدا کنه و صرفاً فقط شما میتونید به اون دسترسی پیدا کنید و اون رو مدیریت کنید. دلیل بعدی که وجود داره فرصت‌های جهانی این بازاره. دوستان، این بازار یک بازار جهانی هستش و سرمایه‌گذاری‌های متعدد و خیلی خیلی بزرگی تو اقصا نقاط جهان داره روی اون انجام میشه. پس چه بهتر ما بتونیم از تغییرات و روندهای جهانی بهره مند بشیم. دلیل بعدی و آخرین دلیل پویایی و نوآوری این بازاره. دوستان، این بازار یک بازار نوپا هستش و کلی مسیر داره تا به هدفش برسه. برای بهتر درک کردن هدفش یک مثال میزنم که از بدو خلقت انسان تا همین الان ادامه داره و بعد از اون آینده رو براتون پیش بینی میکنم. دوستان، زمانی که انسان به وجود اومد و معاملات رو ایجاد کرد، ابتدا به شکل معامله کالا با کالا بود. ابتدا کالایی که محتاج نبودم رو میدادم، در قبلش کالایی که احتیاج داشتم و میگرفتم. بعد از اون تبدیل به رسید شد. من کالایی که احتیاج نداشتم رو میدادم، در قبلش یک رسید کاغذی میگرفتم و از اون بعدها استفاده می‌کردم. زمانی که به چیزی احتیاج پیدا می‌کردم، اون رسید رو میدادم و وسیله‌ای که احتیاج داشتم رو تحویل می‌گرفتم.
بعد از اون ضرب سکه شد. کالاها ارزش گذاری می شد و با اون سکه ها معامله می شدن. بعد از اون اسکناس چاپ شد. اسکناس های کاغذی و با اون معاملات رو انجام می دادن. در حال حاضر معاملاتی که انجام میشه اکثرا با کارت هستش، با کارت بانکی یا همون آبربانک. صرفاً یک عددی دیجیتالی وجود داره که بالا و پایین میشه و شما هیچ پولی رو نمیبینید. در آینده پیشبینی که قراره بکنیم اینه در آینده ارزهای دیجیتال جایگزین پولهای واقعی میشن و با ارزهای دیجیتال معاملات انجام میشن. خب دوستان، با توجه به این 7 دلیلی که براتون بیان کردم، ترید و معامله گری در بازار کریپتوکارنسی میتونه یک فرصت خیلی خیلی بزرگ برای افزایش درآمد و بهبود وضعیت مالی شما بشه. با این حال خیلی خیلی مهمه که با دانش و تحلیل کافی وارد این بازار بشید و از ریسک های احتمالی این بازار آگاه بشید. ببینید دوستان، در واقع ما قرار نیست بیگدار به آب بزنیم. ما قرار نیست ریسک بکنیم و به هیچ عنوان قرار نیست قماری انجام بدیم. ما صرفاً با تکیه به دانش و مدیریتی که یاد میگیریم قرار سود کسب کنیم. دوستان، امیدوارم از این جلسه معرفی دوره و کانالمون لذت برده باشید و برای حمایت از ما رو دنبال کنید، لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم ما رو به دوستان و آشنایانتونم معرفی کنید تا اونها هم از این دوره لذت ببرن. در ضمن زنگوله رو هم فعال کنید تا به محض آپلود آموزش‌های بعدی از اونها مطلع و بهره‌مند بشید. تا آموزش‌های بعدی، بدرود فراوان.